برادر از سنگایی که میبینید سر سرک عمومی دهن تنگی تاشقرغان است. با اثر زلزله از دو طرف کو ریخته شده، سرک بند است. این قسمت ها مکمل بند است. بیشتر که در ابتدای زلزله سنگا ریخته شده و قسمت از کو فرو ریخته. اونجا موترایی که گرفته شده بود زخمی و شهیدا داره. خدا غریق رحمت کنه. پیش میریم. آجی صاحب داخل موتر چی شده بودن؟ چیز بودن داخل موتر بودن؟ زخمی هستن؟ زخمی هستن. خب امبولانس پیش رو شما ببرید. پیش رو فعلا بین تنگی هستیم. سنگای بسیار بزرگ ریخته شده و سرک مکمل بند است. یعنی زخمی هست که در حال انتقال است طرف امبولانس. تمام ارگان ها مجاهدین فعلا در تلاش است زخمی ها را انتقال بدن، چون تاریکی از سنگای بزرگ دیده نمیشه و مکمل بند است. به امکانات زیاد نیاز است که تا سرک ها باز شود. بله ببرین پیشتر امبولانس هست ببرین. سلام علیکم. چند موتر در گرفته؟ ما که از طرف تاشقرغان آمدیم داخل تنگی شدیم. بیشتر خسارات که دوستا دیدن یعنی مکمل روی سرک از سنگا ریخته شده و این موتر هم در گرفته. زخمی ها زیاد است. شهیدا و زخمی ها مکمل به شفاخانه انتقال داده شده و پیشو دکان هایی که بود دکان ها کلان از بین رفته و هم سنگ مکمل روی سرک ریخته شده تا که پیش میرین. سنگ های بسیار بزرگی. این موتر مازدا است در گرفته. این موتر هم در جریان بند مانده اینجا. این موترهای است شیشهایشان مکمل مهیده شده در جریان زلزله در قسمت ماندن. سواری از اینا زخمی شده به شفاخانه انتقال داده شد کلا. این هم دکان های داخل تنگی است. ایشا تمن جا گروپته؟ گروپته دکان تمن هم مکمل دکان ها از بین رفته. امبولانس پیشتر شهیدار اتر طرف امبولانس ببرین. شهید ما دوان غریق رحمت پرسیم هم شهید احتیاط کرده سری کمپل بانه. دکان ها مکمل تخریب شده از بین رفت.